روند تبادل در منطقه‌های نزدیک‌مرزی تاجیکستان و قرقیزستان تقریباً به انجام رسیده است. در این باره مسئولان شهر و نواحی ولایت سوخت خبر دادند که در گذشته با همسایه کشور تاجیکستان بر سر زمین و آب و چراگاه و راه بحث می‌کردند. نمایندگان حکومت اسفره و دیگر مسئولان مقامات محلی هفته جاری در صحبت با روزنامه‌نگاران گفتند که از حدود ولایت بادکند طبق تقسیمات منزل و انشاءات خدمترسانی بیشتر به اختیار شهر گذشته است. از جانب جمهوری ترکستان 301 انشاء در نبود 330 انشاءات گذشت. از این 301 منزل و 29 объект‌های جمعیتی. از جانب جمهوری قرقیزستان 340 منزل گذشت مواد 310 منزلی استخدام 340 объект گذشت 310 منزلی استخدامی 30 انشاءات جمعیتی. البته در این از شماره عمومی اینها از جانب ما مکتب و بنگاه و جمهوری قرقیزستان گزارش شده باشند. ما بعد از آن در دهه دستور یک مکتبی یعنی زمانه‌ای به ما گزارش شد که باید تا امروز فعالیت خود را آغاز کرده. قریب 80-90% مردم با خانه‌های استقامتی که به منطقه وها گذاشتن تامین شدند، باقی مانده کاربری رفته ایستاده است. من باوری دارم که معما نمی‌شود و 3 خانه از جانب ما به شهروندای خودمان در منطقه جماعت دیاتی لاکان ساخته به نزدیکی به استفاده داده می‌شود. قریب 80-90% کارها اجرا گشته است. هرچند گفته نمیشد که ساکنان کدام منطقه های نزدیک سرحدی اسفره از خانه و حولی های خیش محروم شدند، طبق خبرها ده ها خانواده از دهه سامانیان و خواجه علای جماعت چارکو از منزل هایشان کوچ بستند. از زمان امضای سازش بین مرزی آنها بارها به رادیو آزادی مراجعت کرده از تقسیمات شکایت داشتند. اکنون هیچ وقت خانه‌ای که ما به قرقیزستان گذشت، من باوری دارم که همین بحث در خودی مردمی قرقیزستان هستند که خانه ما از این بهتر بود گفته. لیکن امروز شکایتی بسیار به ما مراجعت نشده است. همگی یک دو مراجعت شد. من به سوالهاشون پاسخ دادم. لیکن تمام آن شهروندایی که از جانب ما با خانه منزل استقامتی تامین گردیدند با خودی راضیگی آنها حتما راضیگی آنها گرفته شد. راضی هستند. یگان معما نیست نسبت این مسئله. 13 حولی و تقریباً 100 گکتار زمین کشاورزی ساکنان دهه مدنیت ناحیه جبار رسولوف نیز به حدود ناحیه لیلک قرقیزستان گذشته است. رئیس این ناحیه نیز میگوید در عوض از جانب قرقیزستان منزل‌های بیشتر به حدود تاجیکستان گذشته‌اند. وعده شده است که تا فصل بهار زمین‌های نوی کشت به دهقانان پیشنهاد خواهند کرد. 36 عدد خانه‌های استقامتی حساب قطعه زمین نزد حولی استقامتی جمهوری قرقیزستان ما گذشت. باز همون من کمیسیه دیده برانداست نرخش معین کرداست. ما یعنی خودمون نرخمون و هم معین کردگی از طرف سوق نرخگزار هم کمیسیه جمهوری نرخ‌های خانه‌ای که امروز شهروندای ما استفاده می‌کردن حساب کردگی. انمون نرخ مطابق امروز ما یعنی قطعه زمینی که از طرف جمهوری قرقیزستان ما گذشت حساب کردیم. باز انمون که حساب کرده ما یعنی خودمون جبرانش میتیم. ولی مسئولان ناحیه باباجان غفورов از دادن جزئیات در این موضوع خودداری کردند. در منطقه‌های تبادل شده بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان بین ناحیه لیلکی جمهوری قرقیزستان و ناحیه باباجان خود در این سال همه کارهای انورتیزاسیونی به آخر رسیده. در این سال یگان مشکلی نداریم. آن شخصانی که در اینجا قید کردن همشون با خانه استقامتی تامین گشتن. چند نفر یا چند عدد میشه؟ چند پیش رادیو آزادی درباره تعمیر راههای بحثی نزدیک به قرقیزستان گزارش تهیه کرده از معلوم شدن موقع این منطقه خبر داده بود. رجب احمدزاده رئیس ولایت سوخت در نشست خبریش روز 3 فوریه گفت که مسئله بحثی با قرقیزستان باقی نمانده است و در پی رشد تجارت دو جانبه هستند. همچنین عزم دارند برای بیشتر کردن گذرگاه‌های مرزی با همتایان خویش گفتگو نمایند. به یگان خیل حالت‌های کریمسالی کمیسیه تشکیل کرده شده
اون منزل هایی که اون زمین هایی که بعد دلیمیتاسیا دیمارکاسیا و حراز تاجیکستان یعنی به شهر اسفر گذاشتن اون زمین و منزل هایی که از جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان گذاشتن از شهر اسفر و ولایت باکان امروز خورم مسئله حل و فصل خود را یافته است. اولی همین ماه وکیلان مردمی تاجیکستان بعد از تقریبا 8 سال سازشنامه را تصویب کردند که امکان می‌دهد شهروندان دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان در قلمرو همدیگر تا 60 روز به ثبت نام زندگی کنند. سازشنامه‌ای که ظاهراً مناقشه و دعوا بین دو کشور برای قلمرو و مرز سبب شده است که 8 سال در بایگانی سندهای منتظر تصویب به بررسی مانده بود. مرز تاجیکستان و قرقیزستان 1000 کیلومتر است و تا ماه مارس سال 2025 بسیاری از قطعه‌ها بحثی به حساب می‌رفتند. مرزی بحث برانگیز تا حد رابطه‌های دو طرف را تیره کرد که آنها را به جنگ مستقیم و حمله به قلمرو همدیگر کشید. مناقشه ها در مرز در سالهای 2021-2022 سبب ویرانی زیاد و مرگ ده‌ها نفر از تاجیکستان و قرقیزستان شد. اما آخر سال 2024 وضع تغییر کرد و در نهایت سازشنامه تعیین و علامتگذاری مرز روز 13 مارس سال 2025 به امضا رسید و به رابطه های بین دو طرف آرامی و احترام آورد. فرزان محمدی، رادیو آزادی از منطقه های نزد مرزی تاجیکستان و قرقیزستان.